این پوستای مرده، این پوستا رو برمی‌داریم که وقتی مواد میذاریم سمت ریشه فضامون قشنگ باز شده باشه، کاشمون تمیز در بیاد و کاشمون هوا نگیره، چون اگه این پوستا رو تمیز بر ندارین موادتون هوا میگیره. خب حالا مانیکور کمبی داریم، مانیکور آپارات داریم. میخوام بهتون یاد بدم. مانیکور کمبی استفاده از ابزار سرسوهان و قیچیه، ولی مانیکور آپارات فقط از سرسوهان استفاده میکنیم. خب دیگه نیازی به قیچی نداره. عقب زن یا پوشر، حالا چوبی یا فلزی فرقی نمیکنه. این پوستا رو به این شکل میدین عقب. پوستا رو از بالا نباید فشار بیارین که گوشه ماشه اذیت بشه. عقب زن رو میخوابونی روی صدف ناخن، به این شکل این پوستای شیرنگ رو به سمت بیرون هل میدی. خب با عقب زن کوتیکولار رو داریم عقب. حالا میان با سوهان برقی، سرسوهان اشکی شنی بهش میگن، یا برنجی یا سرسوهان شمعی هم بهش میگن، اسمای دیگه شه، مثلا یکی میگه شمعی، یکی میگه برنجی، یکی میگه اشکی. خب این اشکی شنی میام با سرسوهان اشکی شنی فضا رو باز میکنم، میذارم از سمت راست میرم به سمت چپ. زاویه دستم برای این بغلا 30 درجه است، 35 درجه است. به سمت ریشه که میرسه یعنی بلند میشه 45 درجه میشه به این شکل. دوباره این گوشه ها سرسوهانم رو میخوابونم، بغلا 30 درجه قشنگ میخوابونم، سمت ریشه 35 درجه 45 درجه به این شکل نگه میدم. خب یه براش هم همیشه بذارین کنار دستتون، به این شکل این پوستا رو تمیز کنین. اگه میترسین سمت ریشه که رسیدین نوک سرسوهانتون رو بذارین، میتونین سرسوهانتون رو بچرخونین، به این شکل سرسوهانتون رو بچرخونین. ببینید از اینجا میذاریم به ریشه که رسید، به این شکل میچرخونین. خب پس با عقب زن کوتیکولار رو عقب، با سرسوهان شمعی یا همون اشکی فضا رو باز کردم. با دستم این پوستای شیررنگ رو به سمت بیرون هل میدم. این پوستای شیررنگ رو که به سمت بیرون هل دادیم با چی میگیرین؟ با قیچی مانیکور میگیرین. با نیپر نمیشه؟ با نیپر هم میتونین بگیرین، ولی خب دیگه کمبی با قیچیه دیگه، مانیکور روسی دیگه با قیچی کار. حالا جون میگم الان مانیکورای مثلا کسی برای کاشت معمولی میخواد، این مانیکور رو میتونیم بریم؟ برو. واسه تازه مثل ژورنالیا باید عمیق‌تر باشه مانیکور، درسته؟ بعد این که میگن نیپر کوتیکول رو ضخیم‌تر میکنه و اینا راسته؟ یه خورده، ولی خب بازم بستگی به پوست مشتریتون داره. یه خورده راسته. آره میگم بستگی به پوست مشتریتون هم داره. شما دوتا با هم کار میکنی؟ ما نه. قیچی چه مارکی خوبه حالا جون؟ قیچی برند لوپنیل خوبه، آرتیستیک خوبه، زینگر خوبه. نیپون من اونو کار نگیم. من قیچیم نیپونه خیلی ازش خیلی خوبه. سریناماشون رو رفتم. حالا میام با سرسوهان بافر ناخونو تمیزش میکنم. روی پوست مشتریم میکشم. چرا خوب شد؟ من اینقدر دوست دارم بلیشتکایی ناخون میزنم. دایره هم چه قشنگ میفته.
همین کاری که شما میکنی و سرسان توپی میکنم، ریز توپی ریز. خوبه یا با همین انجام بده؟ نه با توپی هم میتونی فهم. حالا جدیدن میکروفونی هم خریدم. برای این میکروفون باریک‌تر از نوار قرمز. مانیکور آپارات شما با عقب زن پوست رو میدین عقب. یه مانیکور دیگه است. آره اون کمبی بود. حالا تمیزش میکنم که عکس بگیریم آخر سر. اینم پوستاشو بردارم بعد تمیزش کنم. تو مانیکور آپارات با عقب زن کوتیکولا رو میدی عقب، با سوهان برق سرسوهان شمعی کوتیکولا رو باز میکنی. حالا میای با سرسوهان میکروفونی، حالا میکروفونتون ریزتر باشه بهترم هستش، با سرسوهان میکروفونی میای این پوستا رو برمی‌داری. کدوم وقت کمتری میبرم 100% دوم. داره اینجا زخم میشه. داخل؟ نه چی؟ حس کردم به داره داغ شده چیزی میخورم. خانه جون چرا بعضی دستاشون خون میاد؟ بستگی به پوست مشتری داره دیگه. یه موقع‌هایی تو اشتباه داری پوست رو برمی‌داری، یه موقع پوست مشتری انقدر حساس ظریفه انقدر سفته برداشت هم نمیشه. واقعا چی بچینش دست شما در دستتون در نمیشه. اینجا خیلی خوش. من اینجوری مانیکور دوست دارم. اینا که هستن تو پیجا میزنن مانیکور خیلی عمیقی میزنن بعد خب اون تو عکاسی الان مشخص میشه. بعد مثلا زیر سایش میشه خالی. حالا جون الان دیگه تو آموزش هم میتونیم مدرک بدیم بهشون. بله مدرک خواستیم به هنرجاتون بدیم با من هماهنگ میکنین، من آماده میکنم براتون میفرستم. هم به ادمینتون بگیم دیگه. درسته. بله هزینه‌ش هم 205. بعد تو مدرک می‌نویسه مدرس مثلا سپید جوادی. باید بپرسی چی بپرسی؟ از ادمینم. آره دیگه اسم خودتون می‌نویسن. اسم من نیست، اسم ماست. مثلا ما که داریم آموزش میدیم اسم ما مثلا مربیش اون اسم خودمونه. بعد این مدرک از کجاست؟ کمبریج لندن، کد رجستر لندن. برن تو سایت اسمتون رو میبینید. جدی؟ چجوری؟ ولی خدای من تا حالا همچین چیزی ندیدم. چی؟ من خیلی مثلا اینجوری میرم کلاس‌ها و سمینارها و آپدیت‌ها رو، ولی مثلا اینطوری که برای حال جون هست
ندیدم تا حالا. بخاطر الان 3 ساله که پیداشون کردم همه رو میگم اینجا. حالا ما اگه شد طراحی رو تو هم جمعه شنبه شرکت میکنیم، اگه نه یه بار دیگهش. خدمت هست. آبرنگی هم میگین دیگه نه؟ آره. الهه جونه؟ آره. پانو جون میگه من اومدم کلاس طراحیمو خب بعد چیزای جدیدتر اومده دوباره بیام. کی اومده به همون موقع؟ آره جدیده به اون صورت؟ نه وانستورو که یاد گرفتی؟ کدوما بود؟ گلا. آره گل. برجسته ها؟ نه اینا که با آبرنگ میکشی بعدش روش آسیب میزنی. با ژل چیزه لاکشده. با پینچل پینچل. یه سری رو یاد داد با پینجل. خب بس بیا. کمم سخت بود. چی؟ همین بارستان سخت بود این سرم. کاش این کشیدن این گل برگرد. آفرین عالی. چقدر این بافریه خوبه. من زردشو دارم. چه زردم کرمیه. رنگ کرز. چرا رو سطح ناخن کشیدی؟ اینو میشه میخوام بعد مکس موادم بگیرم؟ مثلا صاف و صوف میکنیم اینو بکشیم؟ آره من میکشم. اینو؟ بافره. آخه ولی زبط‌تره فکر میکنم. روی مواد اگه بخوای لاکشر آره، پس بزنیم اینجوری نکشی نمیشه. بهتر. نه این بافر میگه روی سطح ناخن بعد از کار نمیکشی. اگه بخوام لاکشر لاکشر بزنم بزنیم، نمیشه. نه. اگر ریموو بخوام میکنن نه من بافر میکشم خیلی خوبم میشه. نه میخواد بزنم. خب ما چون با قالب میزنیم. قالبم براقه. خودش هم مات نیست. نه من نمیتونم منظورمو بیان کنم. اصلا هیچی نمیگم. منم قالب میزنم ژلیکس هم میزنم ولی با بافر تلاش سطح ناخن نمی‌کنم با وافر. من یه دوره که رفتم بهم گفت بعد آخه اصلا ژل که کار میکنه تو ژل خوش سطحش صاف و صیقلیه نیازی نداره. نه مثل با فرمر که میذاری بعد خودت باید سوهان کشی کنی به خاطر اینکه سطح روش یه دست بشه و صاف بشه گفت میتونین این بافرها هستن که مثل اینطوری بیسکویتیا یا اینطوری ان که اینا رو میتونی روشون بکشین مثل همون حالت سوهان کشی خوب میشه خیلی تمیز. آره واقعا هم تمیز میشه. بعد حالش مانیکور درمانی چیه که میگن؟ مانیکور درمانی ناخونه که آسیب دیده. نمیدونم. مانیکور خیس و اسکراب هم میگن. آره همینو میگن. بیشتر واسه ناخونه که مثلا ریموو میشه آسیب دیدن. مثلا ناخنای من یا محسا. حالا در این حد نه اینا خوبه باز خیلی بیشتر. ببینم. خب اگه شما دستمال مرطوب بچه‌م بخرین خیلی بهتر میشه. قشنگ میندازیم پوستا رو تمیز میکنه دور تا دور رو. حالا ما الان نداریم. منم اینجوری میزنم. یه چیز بده پد میدی. چه مانیکور زدم؟ من مانیکور که میزنم. ولی دستمال مرطوب خیلی خوبه. یعنی وقتی مانیکور رو انجام دادیم دورش دستمال مرطوب بکشیم بعد دیگه کار دیگه انجام بدیم. قشنگ دستمال مرطوب رو میکشی این هرچی این زیر پوست مرده اینا هستش مثلا اومده بیرون رو میگیره تمیز میکنه. بعد حال جون میگم یه سریا روغن میزنن روغن کوتیکولبر. اون ریموور کوتیکوله. نه اون ریموور کوتیکوله با عقب زن میدی عقب پوست رو و ریموور کوتیکول رو میزنی. ریموور کوتیکول رو که زدی 4-5 دقیقه میمونه نرم میشه بعد پوست رو میگیری. با قیچی یا با همینجور با نیپر قیچی شما استفاده بعد دیگه سوهان نمیکشی دورش؟
به نظرم نیازی کوتیکول ریموور یه چیز نداره. اضافه. من کار نمیکنم باشه. یه سری چرا باش کار میکنم؟ الان مثلا به جای اون پودر بچه هم مثلا یه سری میره من پودر بچه میزنم. پودر بچه میشه نرم میشه خیلی بهتره. حالا بعضیا میگن ضد قارچ هم تازه میشه. کوتیکول ریموور اگه پاک نشه کامل اول که مواد من سفید کار کنم میده. پودر خب، میزنی چقدر میمونه؟ قشنگ این نه ببین کاری به ماندگاری نداره. قشنگ این پوستی که باید کات بشه درسته؟ الان شما کوتیکول اگه به پاک نشه کامل لیف میده مواد. این خیلی بده واقعا. الان شما ریموور میزنی؟ نه روغن کوتیکول یه ذره پس مانیکور کردیم، اصلا کاشتایی که میزنیم معمولی ها مانیکور هم کردیم، بعد روغن نزنیم، روغن نزنم چون فقط بگیرم. آره بعد با دستمال مرطوب پاکش کنیم، حتی بعد بگیم دستشو بشوره موادشو شروع کنیم. دست مرد بسه بعدش چربیشو بگیر دیگه با سوام برد. حتی میتونی بزنی سر یه چوبک پرتقالی، این دستمال مرطوب بزنی زیر ناخن، خیلی تمیزتر میشه. لازمه همونجوری کنیم. من با آب و ریکار بچه زدم. برای عکاسی ناخونم که شما زمینه سفید میخواین، زمینه سفید رو با یه مقوای سفید بزرگم میتونین کارتون رو را بندازین. یه لنز ماکرو میخواین و یه میشه من برنده لنزتون عکس بگیرم. بعد بذار بهتون یاد بدم بعد. ماکرو معروفه که خب این لنز ماکرو به گوشیتون وصل میشه. بعد این به گوشیتون که وصل میشه این قسمتش میبینید از دور نشون میده همه چیزو، این فضا رو بزرگتر میکنه. ولی من با این قسمتش کاری ندارم. لنز رو که بازش میکنیم به همه گوشی ها چیز میشه این؟ همه گوشی میخوره. اینو از نزدیک و زوم کنیم. خدای من جدید بود نبود؟ خب ببینم باید زوم کنیم. اگه زوم نکنیم عکاسیشون همینه عکس ها. نمی‌گیره. ما میگیم چیه؟